دیروز همونجوری که مستحضر هستین وزیر محترم اطلاعات و معاون ایشون در جلسه غیرعلنی مهمان ما بودن. بعد از اتمام فرمایشات بزرگواران من خدمت معاون محترم وزیر رسیدم، در خصوص مسئله جاسوسی اتباع از ایشون استعلام کردم. قبلا هم هفته قبل از یکی دیگه از مقامات وزارتخونه استعلام کرده بودم. به من فرمودن در میان بازداشتیایی که به جرم جاسوسی بازداشت شدن حتی یک مورد از اتباع افغانی وجود نداره. بله بازداشتی افغانی داشتیم ولی به جرم جاسوسی نبوده، جرایم دیگه ای بوده. من نکته‌ای که میخوام تقدیم کنم اینه، ببینید عزیزان، متاسفانه مسئله نفوذ داره فروکایی داده میشه به عذرخواهی میکنم بخوام محاوره بگم به گل محمد و جان محمد سر کوچه. آقا وزیر محترم اطلاعات، افغانی آمدن گفتن که شورای عالی امنیت ملی ما فلان روز فلان ساعت کجا جلسه داره. افغانیا گفتن که سحری که حمله شروع شد سردار سلامی ما کجای تهران بوده. افغانیا گفتن که حاجی زاده ما کجا با معاونینش جلسه داشته. چرا نمیریم باگای امنیتی رو شناسایی کنیم؟ چرا پاسخگو نیستین؟ چرا یه جواب درستی نداریم برای ملت؟ مثال خیلی واضحش من اشاره کنم، همکاران محترم، خیلی از شما دانشگاهی هستین، تجربه هیئت علمی، استاد دانشگاه هستین. دانشمندان هسته‌ای ما رو شما ببینین، این آیین‌نامه ارتقایی که وزارت علوم تعریف کرده، ما خودمون به دست خودمون داریم دانشمندان هسته‌ایمون رو مفت و